میگویند یکی از کلیدهای در کعبه را به یلدوز عثمانووا که سراینده جمهوری ازبکستان میباشد تحفه کردند و اکنون یلدوز عثمان نمیتواند که هر دفعه به مکه رود داخل کعبه شود و اینچنین دیگر خبرها در نوار امروزه. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران، امیدوارم شما خوب هستین. از همه شما خواهش نوار را تا آخر با دقت خوب تماشا کرده و در نوار سهم خود را گذارید. به خاطر دیگران دیدن در ویدیو یک تا لایک مانید و حتما به کانال ما ابونه شوید. نوار در سامانه‌های اجتماعی نشر گردید تقریبا 3 ماه پیش و اینچنین ما خواستیم در این باره بر شما کمی معلومات دهیم و از شما خواهش میکنیم که فکر خود را در زیر نوار نویسید. آیا این حقیقت دارد یا این که نه؟ نواری که شما در روی اکران میبینید یکی از کلیدهای کعبه به سراینده ازبکستان یعنی که یلدوز عثمانووا داده شد و میگویند که این همان کلیدی هست که اکنون او میتواند با این کلید داخل کعبه شود. البته دوستان عزیز، این چنین نوارها در سامانه های اجتماعی عیناً در سامانه های اجتماعی جمهوری ازبکستان یعنی که در بلاگران ازبکستان نشر گردید و خیلی قدر و قیمت و منظرت همان سراینده را بالا کردند. نه، این چنین نیست. این همان کلیدی هست که تنها کیها میتوانند داخل کعبه شوند؟ همان شیخ های عرب. وقتی که یگان پرزیدنت می رود از دولت اسلامی، آنها را یک مرتبه داخل کعبه می درند. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که چون که ما میدانیم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نیز داخل کعبه شدند. برای چنین منزلت بزرگ را به این سراینده دادند. از همین سببه که او کمی کمک کرد به مردم فلسطین و مردم غزه. البته بر هر یک ما و شما معلوم است، تقریبا نمیدونم چند بار رفته است ولی از 2-3 بار زیاد رفته است. یعنی همین شخصی که شما در روی اکران میبینید، یعنی که حج فردیش رو در نظر ندارم اما به حج عمره چند بار ها رفتند. تا آنجایی که معلومات ما به دست خود داریم، هر کسی که به حج عمره می رود او را ما حاجی گفته نمیتوانیم، زیرا او حج عمره رفته است. برای مؤمن در دین اسلام این حج فردی است، یعنی که حج کردن اگر قوت و توانایی داشته باشیم این حج فردی است، نه اینکه حج عمره. زیرا بر حج عمره همه رفته ایستادند و خصوصا در سالهای 2023 و 2024 و اینچنین در سالهای 2025 به نهایت حج روی زیاد شد. و این کلیدی که شما در روی اکران میبینید و در دست این سراینده میبینید، این کلیدی است که در سالهای هجری قمری 1421 سال، همان سالی که در را عوض کرده بودند و از همان سبب تنها یک کلید را به مانند همان مقایسه کردند و همان مردم ازبکستان به خود این سراینده تحفه کردند، نه شیخ‌های عرب. این که همون شیخی که کلید کعبه در دست کی می ایستد. و این چنین سوالها خدا خواهد در نوار بعدی به شما خبر میدهیم.